الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله امروز درباره وحدت، یک پارچگی از نگاه قرآن و حدیث و از نگاه دین مبین اسلام انشاءالله صحبت میکنیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان انسانها را به وحدت و یکپارچگی دعوت میکند و از پراکندگی و تفریقه منع میکند و پاداش یکپارچگی و وحدت بیان میکند و عقوبات پراکندگی و فرقت و تفریقه را بیان میکند. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان در سوره آل عمران در آیت 103 بیان میکند: استعیذ بالله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظیم. پروردگار در این آیت کریمه دستور میدهد که شما مستحکم بر اسمان الله، یعنی به قرآن، به دین مبین اسلام چنگ زنید، مستحکم قبید، پراکنده نشوید و آن نعمتی که الله سبحانه و تعالی برای شما داد، یعنی نعمت وحدت و یکپارچگی را شکر این نعمت کنید، این نعمت فراموش نکنید. در دوام آیت الله سبحانه و تعالی این کدام نعمت بود و اگر همین نعمت نمی بود شما به کدام حالت ها دچار می شوید بیان می کند. اذ کنتم اعداء، الله سبحانه و تعالی می گوید که شما به همدیگر بسیار هم دشمن بودید، گروه فرقه به فرقه، محله به محله، بسیار هم در مابین خود دشمنی داشتید. حقیقتا ما به آیات های قرآنی دیگر نگاه کنیم، در زمان جاهلیت بسیار هم پراکنده به همدیگر دشمن و عداوت بسیار در زمان جاهلیت بود. حتی از سبب اینقدر پراکنده شدن و جهل و جاهلیت در مابین انسان ها پنهان شدن، اگر در کدام خانه ای که خبر میشد که در همون خانه یعنی دختر تولد شده است، همون صاحبان خانه، پدر و مادر، یا که همون پدر که خبر میرفت، بسیار هم ناراحت خودش رو حس میکرد. حکمتش چی است؟ حکمتش همین که از بس که در مابین قبیله های عرب و همدیگر که اتفاق نداشتن، پراکنده بودن، در مابین همدیگر دائم جنگ و جنجال که بود، وقتی که دختر تولد میشد میترسیدن که همون دخترها رو اسیر نگیرند. از همین لحاظ وایها بعد از شنیدن این خبرها خیلی هم غمگین میشدن و این چنین حتی زنده به زنده دخترهاشون رو برده دفن میکردن. تا کدام درجه انسانیت اینقدر پراکنده و از راه راست، از راه وحدت و یکپارچگی دور بودن. حتی خویش تبار به هم دیگر ناگپه، دائم در جنگ و در نابرابری ها بودن. الله سبحانه و تعالی همین بیان کرده میگوید که اذ کنتم اعداء، شما به هم دیگر دشمن بودید، فالف بین قلوبکم، پروردگار شمایان را با واسطه دینش یعنی به هم دیگر الفت کرد، این عداوت و دشمنی را از بین شما دور کرد. فاصبحتم بنعمته اخوانا، بهترین نعمتش پروردگار برای شما داد، این به هم دیگر برادر شدید، به هم دیگر دوست شدید. آن تفریقه و کینه و عداوت از شما پروردگار دور کرد. پس چنین نعمتی الله راش میگه خداوند شما فراموش نکنید. و کنتم علی شفا حفرت، پروردگار در دوام آیت همون احوال زمان جاهلیت بیان کرده، میگه شمایان میگوید و مانند در یک
چاهی که از پر از آتش بود در روپروی هوا جمع شده ایستاده بود. فانقذکم منها، پروردگار با واسطه فرستاندن پیغمبر، واسطه فرستاندن قرآن شمایان را از همون پراکندگی جدا کرد، شما را از همون پراکندگی نگاه داشت. اگر همون پراکندگی شما دوام می داشت و شمایان این نعمت دوستی و وحدت پروردگار برای شما نمیداد، شما همتون در آتش می افتیدید. در تفسیر این آیت کریمه میگن که وحدت اجرش، مکافاتش، منفعتش بینید خداوند چی گفت؟ نعمت گفته بیان کرد، نعمتی عظما گفته بیان کرد. اما پراکندگی، به همدیگر نااتفاق بودن، در مابین همدیگر عداوت و فتنه و جنگ و جنجال انداختن، زمان جاهلیت قصه بیان کرد که تا اهل قرآن، پیروان قرآن از این عبرت گیرن که پراکندگی، تفریقه انسان چه میکرده؟ در هلاکت دچار میکرده. فانقذکم منها، پروردگار از همون چاه آتش میگوید شما را نجات داد. در دوام آیت پروردگار میگوید کذالک یبین الله لکم آیاته، پروردگار میگوید که این آیات ها را برای شما ذکر کردن، نعمت متحدی و وحدت و یکپارچگی را مکافاتش و عذاب و عقوبات پراکندگی را میگوید بیان کردنش از برای شما این است که شاید که شماها یک فکر کنید، به این عمل کنید، شاید که از جمله هدایت یافتگان باشید. و این چنین الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان در سوره آل عمران در آیه 105 هم بیان میکند: استعیذ بالله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظیم. الله سبحانه و تعالی در این آیت کریمه نهی میکند مباشید به مانند آن کسانی که پراکنده شدند، به همدیگر اختلاف کردند، حتی برای ویها حجت هم آمد که شما پراکنده نشوید، شما اتفاق شوید. در پراکندگی، در اختلاف عذاب است، بدبختی هم این دنیا و هم آخرت است. لیکن میگوید الله سبحانه و تعالی ویها اطاعت نکردند. از سبب اطاعت نکردنشان پروردگار ویها را میگوید که و اولئک لهم عذاب عظیم، و برای ویها میگوید پروردگار ما عذابهای دردناک وعده کردیم. از این معلوم میشد است که از این آیت کریمه الله سبحانه و تعالی همیشه شخصانی که به همدیگر وحدت و اتفاق و محبت میکردن ویها را دوست میداشته است. برای ویها این وحدت و یکپارچگی یک نعمت الله بوده است. و این چنین به احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم که پیغمبر خدا چی میگویند؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم علیکم بالجماعه و ایاکم والفرقه. یک اعجاز نبوی همین بود که پیغمبر خدا علیه السلام حدیث هاشون گاه به واجب دلالت میکند، گاه به سنت دلالت میکند، گاه به مستحب دلالت میکند. لیکن این حدیثی که پیغمبر خدا در این باره گفتن با یک لفظ اعجازانه، یعنی لفظ بسیار هم تأکیدانه، پیغمبر خدا چی میگن؟ علیکم بالجماعه، یک پارچه شدن، وحدت کردن، به هم دیگر جمع شدن برای شما میگن واجب است. و برای شما میگن پیغمبر خدا من دستور میدهم، شرط هست، واجب است که شما از پراکندگی و از اختلاف و از فرقت یعنی دور باشید. حقیقتا ما با اصحاب رسول الله نگاه کنیم که در زمان جاهلیت ویها چخیل بودن، اما بعد از آمدن دین مبین اسلام وحدت ویها را دیده انسان ها چه میکردن؟ عبرت. اگر همون وحدت اصحاب رسول الله، وحدت به وحدت دعوت کردن دین مبین اسلام نمی بود، یک پارچگی دین مبین اسلام نمی بود، به این دعوت نمی کرد، البته دین مبین اسلام اینقدر در تمام دنیا قوت پیدا نمی. یکی از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن که یکی از وسیله های تیز پهن شدن دین حق، دین الله در تمام عالم، این سبب وحدت و یک پارچگی پیروان این دین هست. از برای خاطر همین هم البته دین مبین اسلام طوری که گفتیم کدام کاری که به منفعت انسان است به همون کارها دعوت میکنه.
اکنون در آخر البته یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگویم، امروز انشاءالله این صحبت ما به آخر میرسانیم. این حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنند پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که ان الله لا یجمع امتی علی الضلاله. پیغمبر خدا میگن که پروردگار امتهای من در وقتی که یک جا که اتفاق کردند، وحدت کردند و جمع شدند، این جمع شوی اتفاقی و اینها برای ضلالت نیست. وقتی که اینها که جمع شدند، البته این هدایت اینها است. و ید الله مع الجماعه. در دوام حدیث پیغمبر چی میگن؟ آن کسانی که به همدیگر اتفاق میشوند، وحدت میکنند، یک پارچه میشوند، پروردگار اینها را قوت میدهد. و من شد الى النار. روایت امام ترمذی. در دوام حدیث پیغمبر چی میگن؟ کدام کسانی که میگن از جماعت جدا میشوند، پراکنده میشوند، یک راه تنهایی را میگیرند، به تحقیق و اینها راه گرفتگی و اینها راه دوزخ است. از این معلوم میشد است که الحمدلله وقتی که ما به مضمون آیات های قرآن و گفته های پیغمبر علیه السلام نگاه کنیم و تعلیمات دین مبین اسلام نگاه کنیم، تعلیمات دین مبین اسلام برای منفعت انسان هست، انسان ها را به یک پارچگی، به وحدت دعوت میکنه. در آخر دعا میکنیم که پروردگار این وحدت ملی ما را همیشه پایدار نگاه دارد، مردم ما را در راه راست هدایت کند و عمل کردن به قرآن و پیروی کردن به حدیث پیغمبر و این چنین مستحکم استادن در مذهب پیشوای مذهبی خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مردم ما را توفیق عطا فرماید. و آخر دعوانا الحمدلله.